محاکمه 13 عضوی حزب فعالیتش در تاجیکستان ممنوعی نهضت اسلامی امروز شروع شده دوام بررسی به روز جمعه اعلان شد. نزدیکان این افراد امروز 9 فوریه به خبرنگاران ما گفتند که در مرافعه تنها وکیلان دفاع حق اشتراک دارند. سید عمر حسینی، محمد علی حید، عبدالقهار دولت، رحمت الله رجب، زبیدالله رازق، محمد علی فیض محمد، حکمت الله سیف الله زاده، قیام الدین عوض، ظرفا رحمانی، محمد شریف نبیف، عبدالصمد غیرتов، ستار کریمов و واحد خان قاصدینov بعد از عملیات علیه گنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون سابق وزیر مدافع در ماه سپتامبر سال 2015 با اتهام دست داشتن در این قضیه بازداشت شده بودند. در این مرافعه یگانه ادوکات مستقل غیر دولتی جمشید یاروف که سحر به خاطر اشتراک در مرافعه به نزد بازداشتگاه آمده بود راه نیافت. کار مرافعوی محبوسان سیاسی ناتمام امروز به پایان رسیده. دوام برگزاری مرافعه به روز جمعه 12 فوریه 2015 اعلان شده است. چند روز پیش در خبرها آمده بود که روز 9 برنامه این محاکمه سودی بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان برگزار می شود و امروز طبق همون وعده ها سود برگزار شده است. ولی شما تصور کنید که در سود نه از خویشاوندان این بازداشت شدگان حضور دارند و حتی اون ادوکات های مستقل هم در سود حقوق شرکت کردن پیدا نکردند. چگونه که آگاهی دارید از پیش بزرگمهر یاروف یگانه وکیل مدافع مستقلی که وجود داشت و از بازداشت شدگان حمایت میکرد از طرف مقامات بازداشت شد و بعد از اون دیگر حقوق شناسان محکم و همچنین که میخواست از ظرفا رحمانی و سیف الله زاده حمایت کند بازداشت شد. در ادامه این حقوق ویرانکنی ها البته جمشید یاروف که وکیل مدافع محمد علی حید دیگر از بازداشت شده های حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و معاون رئیس حزب نهضت بود، اون هم از حقوق شرکت در این محاکمه محروم کرده شد و صبح وقتی که به اونجا می رود به اون میگویند که حق شرکت در این چیز رو ندارد در این محاکمه رو. ولی این پشت درهای بسته برگزار کردن و محدود کردن حقوق های این بازداشت شده ها دلیل این است که اینها تهمت است، دروغ است و بهتان است که با همه اینها اثبات میکند این دروغ بودن و بهتان بودن این اتهامات را علیه حزب نهضت بازداشت شدگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و این جای نگرانی است و ما از تمام سازمان های بین المللی هم تقاضا میکنیم که در امر دخالت کنند و حکومت تاجیکستان رو وادار کنند که این محاکمه رو پشت درهای بسته نه بلکه آشکار و در حضور روزنامه‌نگاران و در حضور تمام ادوکات های بین المللی و سازمان های بین المللی برگزار کنند.